من دکتر نهضت فرنودی هستم، روانشناس ایرانی، مدافع حقوق بشر و حامی جنبش سبز جوانان ایران. علت این که در میان شما هستم و اینجا هستم و در اعتصاب غزا برای آزادی زندانیان سیاسی شرکت کردم اینه که من در طول زندگیم بالاخره به این نتیجه رسیدم که گویا فراتر از تمام خطکشی‌های ایدئولوژیک، فراتر از تمام خطکشی‌های قومی، نژادی، مذهبی، فرهنگی، برای جهان فردا فقط یک خطکشی باقی میمونه و اون به زبان ساده این هست که those who care and those who do not care. و من مایلم این توفیق رو داشته باشم که در میان آنهایی باشم که do care و کرم برای حقوق بشر، حقوق مدنی و آزادی بیان در درجه اول هست برای همه جوامع و اطمینان دارم اگر در ایران امروز ما این مسئله حقوق مدنی ما حل بشه، آن وقت سرنوشت کشور ما به دست جوانان کشور ما به آن سمتی میره که بالاخره ما شاهد روزی هستیم که دین از حکومت جدا میشه و کسی رو به خاطر باورش، به خاطر تفاوت اندیشش به سلابه نمیکشن و ما در اون سرزمین هم آزادی رو تجربه میکنیم. من به عنوان روانشناس راهی ندارم جز این که با خشونت و با خفه کردن انسانها و با استبداد همیشه مخالف باشم و به این دلیل اینجا در میان شما هستم.